من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. ببینید در سوره مائده شما دو موضوع خواندید، نفی شرک فعلی و نفی شرک اعتقادی، شرک فی التصرف. حال ما همون دو موضوع را میخوانیم با تفصیل بیشتر، اما اونجا ابتداء نفی شرک فعلی بود، اینجا ابتداء نفی شرک اعتقادی هست و بعدا شرک فعلی. بعد الله عزوجل این سوره را با الحمدلله آغاز می کند. ما در ابتدای فاتحه خدمت شما اعلام کردیم و عرض کردیم که بر اساس تقسیمی که شیخ ما حضرت حسین علی دارد، ایشون قرآن را به 4 بخش تقسیم می کند. هر 4 بخش با الحمدلله شروع میشه. اول خالقیت از الحمدلله رب العالمین تا اینجا، تا اول سوره انعام. از اینجا به بعد ربوبیت بیان میشه تا سوره کهف. لذا بیشتر در این سوره ها بیان ربوبیت است. رب معنی اینه که پرورش همه عالمیان، همه را از تدریج به کمال رساندن، تصرف و اختیارات و رتق و فتقشان همه به دست الله عزوجل است، به دست رب هست. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. ابتدا نفی شرک فی التصرف است و من هم عرض کردم که چگونه الف لام الحمد عهد خارجی هست، توحید چگونه از الحمد ثابت میشه. پس
ترجمهش این میشه که فقط و فقط برای الله است، حمد برای الله است، اختصاص به الله دارد، اون اللهی که آفرید آسمان ها و زمین را، منظور جواهر را الله آفرید، و جعل الظلمات و النور، تاریکی ها و نور را هم آفرید. ببینید تاریکی ها و نور اینا اعراض هستند، سماوات ارض جواهر هستند. منظور اینه که خدا هم خالق جواهر است هم خالق عرض هست. خالق اعراض اونایی که خودشون قائم به نفسه نیستند، قائم بالغیر هستند. مثلا نور را ما در قالب فضا میبینیم، تاریکی را هکذا. اما ببینید ظلمات را با صیغه جمع آورد، نور را با صیغه مفرد آورد. این هم بیانگر این هست که راههای گمراهی یکی نیست، راههای گمراهی زیاده، متعدده، اما راه هدایت، راه نور فقط یکیه، اون توحید و یکتاپرستی هست. الله می فرماید و جعل الظلمات و النور، الله قرار داد تاریکی ها را یعنی خلق کرد و همچنین نور را. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، این استبعادیه هست، چقدر بدور از انصاف است که با وجود این که خالق، مدبر، متصرف الله هست، باز هم کسانی که کفر کردن به ربشان یعدلون، عدول میکنه. یعدلون دو معنا دارد، یکی از عدل است به معنی برابری، یعنی دیگران را با خدا برابر میکنن. دومی به معنی عدول هست، یعنی از حد تجاوز میکنن. هو الذی خلقکم من طین، الله تعالی اول خلق السماوات والارض، خلق عالم کبیر را ذکر کرد، الان خلق عالم صغیر را. خود انسان خودش یک عالمی هست، یک نمونه هست از تمام جهان، یعنی تمام دنیا. نگاه کن، کوه دارد، زمین سخت دارد، زمین نرم دارد، آب شیرین دارد، آب شور دارد. قاری محمد طیب رحمت الله علیه همه اینها را در عالم صغیر، در انسان اثبات کرده که انسان در وجودش همه نمونه های از عالم هست. بدنش سخته، بدنش نرمه، آب دهن شیرینه، آب چشم شوره و خیلی نمونه های دیگر، برآمدگی، صافی. لذا الله می فرماید هو الذی خلقکم من طین، الله آن ذاتی هست که شما را آفرید از گل. ثم قضا اجلا، بعد همونطور که عالم صغیر و عالم کبیری داریم، قیامت صغرا و قیامت کبرایی داریم. قیامت صغرا موت و اجل انسان است، قیامت کبرا قیامت واقعی هست. الله می فرماید هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، سپس الله معین کرد مدتی را، و اجل مسمى عنده، و یک مدت دیگر که تعیین شده فقط نزد الله است. اجلن اولی موت است، اجل دومی چی هست؟ قیامت است. یعنی یک مدت اونه که برای موت شما تعیین کرد، یک مدت دیگری که مسمى عنده هست، پیش خدا مشخص هست، او چی هست؟ وقوع قیامت است. اما شما انسان چقدر ناصفاتی، ثم انتم تمترون، با وجود این همه دلائل سپس هم شما شک میکنید. تمترون یعنی تشکون، شما شک دارید در قیامت. و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم، زجر و سرزنش بر مشرکان که هر آیه‌ای که ما می آوریم از اون آیه چی روگردانی میکنند، نمی آید پیش آنها هیچ آیه از آیات رب مگر از آن اعراض میکنند. این یک زجر اول اعراض، زجر دوم تکذیب. فقد کذبوا بالحق، تکذیب کردند حق را. و هو الله فی السماوات، این آیه من
الله میفرماید و هو الله فی السماوات، الله اون ذاتی هست که در آسمان ها و در زمین هست. ببینید الله در آسمان ها و در زمین است به چه معنا؟ علما گفتن، مفسرین گفتن وصف مشهور مراد است. وصف مشهور لفظ جلاله چی هست؟ مدبر، متصرف. و هو الله فی السماوات و فی الارض معناش اینه که الله آن ذاتی است که متصرف است، گرداننده امور است در آسمان ها و در زمین. برای الوهیت همین دو چیز است، نه؟ یکی متصرف بودن، یکی عالم بودن، از غیب خبر داشته باشد و قدرت فوق‌العاده داشته باشد تا مشکلات عابدان را حل کند. لذا و هو الله فی السماوات و فی الارض تصرف است. و الان علم غیب، یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. الله سر شما را، جهر شما را میداند و میداند شما چه کسب میکنید. و ما تأتیهم من آیت، هیچ آیه پیش آنها نمی آید، من آیات ربهم، از آیات پروردگار، الا کانوا عنها معرضین، مگر از اون اعراض میکردن، روی گردانی میکردن. فقد كذبوا بالحق، تکذیب کردن حق را. بالحق من قبلا عرض کردم خدمت شما که حق سه معنا دارد. یک لاظهار الحق، دو حق سخن صادق و درست را میگویند، سه ظاهر و واضح، چیزی که آشکار است اون حق میگویند. پس فقط کذبوا بالحق اینجا معنی سوم است، یعنی موضوعی که آشکاره، موضوعی که واضحه، موضوعی که هیچ پیچیدگی ندارد، اینها اون را تکذیب کردند. لما جاءهم، وقتی که اون حق آمد پیش آنان، فسوف یأتیهم انباء ما كانوا به یستهزئون. الله می فرماید ان قریب می آید پیش اینها اخبار آنچه که مسخره می کردند. اخبار آنچه، منظور از اخبار انباء عقوبات دنیوی و اخروی. ببینید مشرکین چرا مسخره میکردن؟ عذاب را مسخره میکردن، عذاب دنیا را هم، عذاب عقبا را هم. الله میفرماید که عذاب پیششون می آید که مسخره میکردن. الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن، از اینجا به بعد تخویف دنیوی هست. الله میفرماید که مگر اقوام دیگر را، ملت‌های دیگر را اینها مطالعه نمی کنند ما چه بلای سرشون آوردیم؟ چرا برای خود عبرت نمی گیرند؟ الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن، آیا ما، الم یرو آیا نمی بینند کم اهلکنا چقدرها را ما هلاک کردیم قبل از اینها از قرون گذشته. مکناهم فی الارض، ما آنها را در زمین قدرت دادیم، تمکین دادیم، امکانات دادیم. ما لم نمکن لکم، آن قدرتی که ما به شما اون تمکین را ندادیم. اونها نیرومندتر بودند. و ارسلنا السماء علیهم مدرارا، و ما آسمان را فرستادیم، یعنی ابر و باران فرستادیم پیاپی. وجعلنا الانهار تجری من تحتهم، و نهرها را قرار دادیم که جاری بود از زیر درختان و کاخاشان. اما اینها باوجود این همه امکانات متنبه نشدند. فاهلکناهم بذنوبهم، ما بسبب گناهانشان آنان را هلاک کردیم. و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، بعد از اونها ما ایجاد کردیم قرن دیگر، نسل دیگر و جماعتی دیگر. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس. خب ببین، بعد از اینکه خداوند تخویف دنیوی بیان فرمود، الان شبهات هفتگانه مشرکین را جواب میده. مشرکین چیزهای مختلفی از پیغمبر میخواستند، الله همه را پاسخ میده. اول این بود که اونها میگفتند لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. این رقیه که آوردی قرآن را میگفتند، ما به این ایمان نمی آوریم حتی که برای تک تک ما نامه بیاری از سوی خداوند که ما بخوانیم. الله می فرماید ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس
ای پیامبر اینها که این گونه مطالبه میکنند ما نازل کنیم بر تو کتابا مکتوب فی قرطاس، در برگی، حتی در ورقی در برگی ما بنویسیم و بدیم که به ابو جهل و ابو لهب برسانی، فلمسوه بایدیهم، با دست او را لمس کنن ببینن کاغذ است واقعا. لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبین، در این وقت کافران میگویند این جادو هست، این بازم قبول نمی کنن. این جواب اشکال اولشان بود. اشکال دوم، وقالوا لولا انزل علیه ملک، چرا بر اون ملکی نازل نمیشه، چرا فرشته‌ای نمیاد با پیغمبر؟ الله جواب میده ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، اگر ما فرشته بفرستیم کار فیصله میشه. یعنی فرشته که بیاد برای عذاب میاد، برای ارسال، برای پیام خدا نمیاد که پیغمبر قرار بگیرد. بله، لقضی الامر ثم لا ینظرون، سپس بعد از انزال فرشته اونها مهلت داده نمیشوند. ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا، یک سوال دیگری اونها و خواسته اینها اینه که چرا پیغمبر ملکی نیست؟ خدای تعالی میفرماید اگر ما ملک میفرستادیم، ملک را هم به شکل چی میفرستادیم؟ بشر. اون وقت اون فرشته می آمد، شما میگفتید چرا به شکل بشر است؟ بازم اعتراض. ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا، ما او را قرار میدادیم مردی، وللبسنا علیهم ما یلبسون، ما خلط میکردیم بر آنان آنچه که خلط میکنند. لذا موضوع خلط میشد، یعنی نمیدونست این فرشته هست یا انسان است. ولقد استهزئ برسل من قبلک، بعد از 3 از شبهه، هنوز شبهات ادامه داره، بعد از 3 تسلی در وسط، تسلی برای پیغمبر. ای پیغمبر تو ناراحت نباش، این استهزاء و تمسخر برای انبیاء گذشته هم بوده، برای تو تنها نیست. ولقد استهزئ برسل من قبلک، همانا استهزاء شدن پیامبران قبل از شما. اونایی که استهزاء کردن نتیجه شون چی شد؟ فحاق بالذین سخروا منهم، فرود آمد بر آنانی که مسخره میکردن انبیا را، ما کانوا به یستهزئون، اون عذابی که مسخرش میکردند. چون همه عذاب را مسخره میکردن. عذاب چیه؟ خود عذاب آمد. قل سیروا فی الارض، اکنون الله تعالی ما را دعوت به سیر میده، بریم انجام اونها را ببینیم، بریم کاخهای اونها را، باغات اونها را، آثار زندگی و نشانات مابقی اونها را ببینیم. الله می فرماید قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبة المکذبین، بگو سیر کنید در زمین، سپس نگاه کنید عاقبت و انجام تکذیب کنندگان چی شد. قل لمن ما فی السماوات والارض، بعد از تخویف الله تعالی مجدد دلیل عقلی بر اثبات توحید که خلاصهش اینه که تمام تصرفات، این دلائل خوانده شده، تکراری هست، به ترجمه بسنده میکنیم. اعلام بفرما برای چه کسی هست آنچه که در آسمان هاست و زمین. قل لله، بگو فقط برای الله. کتب علی نفسه الرحمه، الله تعالی بر نفسش، بر ذاتش رحمت فرستاده. اون چی هست که برای تائبین عن الشرک مغفرت و رحمت است. لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیه، حتما الله شما را جمع می کند. تخویف اخروی است و می برد به سوی قیامت که هیچ شکی در اون قیامت نیست، شکی وجود ندارد. لا ریب فی. اما الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، زیانکاران شک می کنند، کسانی که خودشون را در خساره واقع کردند. وله، بازم دلیل توحید، وله ما سکن فی اللیل والنهار، فقط و فقط برای الله است هر چیزی که آرامش دارد در شب و نهار. خواندید این از قبیل الفتها تبنا و ماء
و باردن هست. سکن فی اللیل و ما نشر فی النهار، چون جای دیگه خواندیم و جعل النهار نشورا. بله. و هو السمیع العلیم. الله عز وجل ذاتی هست هر چیز را شنوا و هر چیز را دانا، یعنی ندای محتاجین را میشنود، حاجت مضطرین را میداند. قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، اعلام بکن آیا بغیر از الله من کارساز دیگر، حامی دیگر بگیرم، در حالی که الله آفریننده آسمان ها و زمین است. و هو یطعم ولا یطعم، اون ذاتی است که همه را میخوراند، ولا یطعم، اون خودش خوراک داده نمیشه، از خوراک پاک است، یعنی نیازی به شما بندگان ندارد. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، الله می فرماید که اعلام بکن ای پیغمبر من باشم اولین تسلیم، اولین منقاد منم. ولا تکونن من المشرکین، هرگز از مشرکان ما باش. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، باز هم ای پیغمبر به آنان اعلام کن که اگر من دستور بدم برای عبادت غیر خدا می ترسم، انی اخاف ان عصیت ربی، اگر ربم را نافرمانی کردم از عذاب روز بس بزرگ می ترسم. خدا به پیغمبرش میگه تو بگو من می ترسم. من یصرف، کیفیت عذاب، هر کسی که برگردانده بشه از اون در آن روز، فقد رحمه، خدا بر او رحم کرد. و هر کسی که به عذاب گرفتار بشه واقعا اون انسان در خساره ابدی واقع شد. و ذلک الفوز المبین، این که خدا نجات میده این رستگاری آشکاری هست. و این یمسسک الله بضر، حال الله تعالی گفتیم در ابتدای این سوره دلائل عقلی، ببخشید در ابتدای این سوره توحید فی التصرف است. همه تصرفات و اختیارات، شما چند تعبیر خواندید برای اثبات این مطلب، الان تعبیر دیگر. الله می فرماید و این یمسسک الله بضر، اگر به شما آسیبی الله برساند، فلا کاشف له الا هو، نیست دور کننده او بغیر از الله. و این یمسسک، و اگر شما را خدا برساند خیری بخواد متوجه شما بکند، فهو علی کل شیء قدیر، اون ذات بر هر چیز قادر است. و هو القاهر فوق عباده، این شأن قدرت است، اون ذات غالب است بالای بندگان، بر بندگان غالب هست. و هو الحکیم الخبیر، شأن علمی الله، الله تمام کارهایش با حکمت و از همه امور با خبر. قل ای شیء اکبر شهادتا قل الله، چه چیزی از نظر شهادت بزرگتر، چه چیزی مهمتر، عظیمتر؟ خود خدا بزرگترین شاهد است. قل الله شهید بینی و بینکم، بین من و بین شما الله گواه است، الله حاضر است. و شهادت خدا چیه؟ و اوحی الی هذا القرآن، این قرآن به سوی من محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده، لانذرکم به و من بلغ، تا که من شما را به وسیله این قرآن بترسانم، و من بلغ، هر کسی که این قرآن به اونها رسید. اینکم لتشهدون، بعد از دلائل قرآن میپرسد آیا شما گواهی میدهید که همراه خدا معبود دیگه هست؟ قل لا اشهد، ای پیغمبر اعلام بکن من پیغمبر که گواهی نمیدهم. قل انما هو اله واحد، بگو جزی نیست که الله اون اله و معبود یگانه هست. و اننی بریء مما تشرکون، همانا من بری هستم از شرک شما، از کارهای شما.
الذین آتیناهم الکتاب. بعد از اینکه خداوند دلائل بیان فرمود، زجر بر اهل کتاب بیان می کند که اهل کتاب این نیست که نسبت به توحید ناآگاه باشند یا نسبت به پیغمبر بیخبر باشند، همه چیز را می دانند، باز هم شرک می کنند. این به خاطر عناد است، به خاطر پست و مقام است. الذین آتیناهم الکتاب، آنانی که ما کتاب به آنان دادیم، یعرفونه، می شناسند او را. کی را می شناسند؟ ببینید اکثر مفسران اینجا مرجع ضمیر پیغمبر قرار دادن، یعنی پیغمبر را می شناسند، با علائم می دانند. ولی حضرت شیخ رحمه الله و بعضی از محققین معتقدن مثل شاه ولی الله یعرفونه، مرجع ضمیر به پیغمبر بر نمیگرده، چون اینجا بحث پیغمبر نیست، اینجا بحث توحید است. یعرفون یعنی یعرفون توحید، حقیقت توحید را میدانند، چون ما قبلا بحث توحیده، در ادامه هم بحث توحیده. کما یعرفون ابناءهم، همان گونه که بچه های خودشان را میشناسند. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، آنهایی که در خساره انداختن خودشان را، آنها ایمان نمی آورند. و من اظلم ممن افترى علی الله کذبا او کذب بآیاته انه لا یفلح الظالمون. زجر بر اهل کتاب، زجر بر مفترین. چه کسی ظالم تر از اون کسی که افترا بر خدا میگوید کذب او کذب بآیاته، یا آیات خدا را، یعنی آیاتی که درباره توحید هستند، درباره قیامت، درباره رسالت، اونا را تکذیب میکنند. انه لا یفلح الظالمون، همان شأن این است که الله رستگار نمیشوند، او رستگار نمی کند یا رستگار نمیشوند ظالم ها، مشرک ها. و یوم نحشرهم جمیعا، الان خدای تعالی تخویف اخروی بیان میفرماید و همچنین این تخویف برای عابدین و معبودین است. الله میفرماید همه را یک روزی ما جمع میکنیم، همه را حشر میکنیم. ثم نقول للذین اشرکوا، سپس ما به مشرکان میگوییم این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کجا هستند معبودانی که شما میپنداشتید؟ ای تزعمونها شرکایی، شما اونها را شرکای من میدانستید. ثم لم تکن فتنتهم، سپس فتنه اونها چیزی دیگه نخواهد بود. فتنتهم به معنی جوابهم هست. فتنتهم یعنی چی؟ جوابهم. چرا جواب را خدا فتنه گفته؟ چون جواب دروغه. مشرکان جواب راست بلد نیستن، همیشه جواب چی میدن؟ دروغ. به این خاطر جواب را تعبیر کرد با چی؟ با فتنه. ثم لم يكن جوابهم الا ان قالوا فسمى فتنه لانه كذب. تفسیر مدارک اون را فتنه میگه چون دروغ است. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا، مگر اینکه آنان گفتند والله ربنا ما كنا مشرکین، قسم به خدا که رب ماست، ما كنا مشرکین، ما مشرک نبودیم. ما قبلا خواندیم این آیه را که اونها جوابهایشون متفاوته. یک جای میگن بل ضلوا عنا، قالوا ضلوا عنا، یک جای بل ضلوا عنا، یک جای قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيء، ما اصلا چیزی صدا نزدیم که ما اونجا تفسیر خواندیم لا ندعو شيئا يعبأ به، چیز قابل توجهی نبود. لذا از بس که اونجا وحشت است، هر ساعت یک جواب میده، یک لحظه اقرار میکنه، یک لحظه چی میکند؟ انکار میکند. میگه اینجا میخوانیم والله ما كنا مشرکین، ما شرک نکردیم. الله میفرماید انظر کیف کذبوا علی انفسهم، ببین چگونه دروغ میگویند بر خودشان. و ضل عنهم ما كانوا یفترون، آنچه که افترا درست میکنند، درست میکردند، یفترون من الشرکاء جلالین، اون چی میشود؟ ناکارآمد میشه، یعنی نتیجه نمیده.
این دروغهایشون، فتنهایشون، تدبیرها و نیرنگهای اونها نتیجه نمیده. و منهم من یستمع الیک، بازم خداوند زجر بر اهل کتاب به خاطر انکار قرآن. اگر قرآن را انکار نمی کردند کل مشکلات حل می شد. الله می فرماید و منهم من یستمع الیک وجعلنا على قلوبهم اکنه، بعضی از اونهایی هستند که استماع میکنن، گوش میکنن سخن شما را، اما هدایت نیست. وجعلنا على قلوبهم اکنه، بر دلشان الله میفرماید ما غلاف گذاشتیم. غلاف ان یفقهوه من ان یفقهو، از این که کلام را بفهمند، کلام خدا را نمیفهمند. و فی آذانهم وقرا، در گوشهاشون بار سنگین هست. این همون مهر جباریت است که قبلا عرض کردم، خداوند به تعبیرهای مختلفی تعبیر میکند. و این یروا کل آیت لا یؤمنوا بها، اگر هر آیه ببینند ایمان نمی آورند. حتی اذا جاءوک یجادلونک، حتی که وقتی گوش می آیم پیش شما جدال می کنند. یقول الذین کفروا، میگویند کسانی که کفر کردند ان هذا الا اساطیر الاولین، نیست این مگر افسانه های گذشته. میگویند که یک روزی بعضی از سرداران برای استماع قرآن آمدند دزدکی. ابو جهل بود، ابو لهب، عتبه، شیبه، خیلی آمدند و از قرآن لذت می بردند. اما بعدا وقتی که با هم مواجه شدند همه این تعبیر را کردند که این که از گذشته تعریف می کند این فقط افسانه گذشته هست. الله می فرماید با این عملشان میخوان جوانان را دور کنند. و هم ینهون عنه و ینأون عنه. ینهون لازمی هست، یعنی خودشان هم باز می آیند، هم ببخشید متعدی هست. ینهون عنه، دیگران را از اون باز می دارند، یعنی از قرآن. و ینأون عنه، خودشان هم دور می شوند از آن، یعنی فرار می کنند. و این یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون، اینها در واقع هلاک نمی کنند مگر خودشان را با انکار، اما درک و شعور ندارند. ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب. الله می فرماید اگر ببینی وقتی که اونها بر آتش قرار داده می شود، مجرمان را به آتش میارن که در جهنم بیندازند. فقالوا یا لیتنا نرد، کاش ما به دنیا برمیگردانده میشد، برمیگشتیم. ولا نکذب بآیات ربنا، آیات رب من را تکذیب نمی کردیم. و نکون من المؤمنین، از مؤمنین می شدیم. الله می فرماید بل بدا لهم ما كانوا یخفون من قبل، بلکه ظاهر شد برای اونها، آشکار شد اون چیزی را که قبلا مخفی می کردن قبل از این در دنیا. چه چیزی؟ عذاب یا اقرار. در دنیا هیچ وقت مجرم اقرار نکرد، اونجا اقرار می کند. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، الله می فرماید اگر برگردانده شوند به دنیا، لعادوا لما نهوا عنه، دوباره اعاده می کنند، انجام میدن اون چیزی را که از اون باز داشته شدند. و انهم لکاذبون، اینها در تمام وعده های خودشان دروغ هستند. بیایند هم برگردند تکذیب میکنند، فراموش میکنند. اینها الان نمیبینیم مردم میروند زندان، توبه میکنند، دوباره بیرون میایند، دوباره فراموش میکنند. لذا اونام همینطور. وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا، این هم زجر است و علت اصلی کفر اینه که اونها معتقدن فقط زندگی همین زندگی دنیاست، آخرتی نیست. و میگوین نیست مگر این حیات مگر حیات دنیای ماست. و ما نحن بمبعوثین، ما مجددا مبعوث نمی شویم، یعنی از قبرها بلند نمی شویم. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، الان الله تعالی جواب میده، جواب این یاوه‌گوییشون را که میگه ما بلند نمی شویم. الله می فرماید که
اگر ببینی اذ وقفوا علی ربهم، وقتی که همه این مجرمین را قائم میکنند و دستور ایستادن میدهند بر محضر رب، الله میپرسد قال الیس هذا بالحق، ای مجرمان آیا این حق نبود؟ این حق نیست؟ یعنی قیامت، عذاب؟ قالوا بلا و ربنا، چرا نه، حق است، قسم به رب ما. الله تعالی می فرماید این و ربنا واو عاطفه است، الله می فرماید پس بچشید عذاب را. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چون در دنیا کفر می کردید، در دنیا قبول نمی کردید، الان اینجا عذاب را بچشید. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. در آیات گذشته بحث مشرکان بود و انکار معاد، انکار قیامت. آنها هم منکر توحید بودند، هم منکر قیامت بودند. و قالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین، زندگی فقط زندگی دنیاست، بنا نیست که ما دوباره در محضر خدای عزوجل مبعوث بشیم، حشر بشیم. در این آیاتی که تلاوت گردید در آغاز الله تعالی تخویف اخروی بیان می فرماید برای منکر قیامت، برای کسی که قیامت را باور ندارد. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، در خساره و در زیان واقع شدند کسانی که ملاقات الهی را، لقاء الهی را تکذیب کردند. در قیامت منظور است. حتی اذا جاءتهم الساعة بغته، این غایت تکذیب و بعد غایت حسرت. زمانی که قیامت می آید بغتتا، ناگهان، بغتتا ناگهان منظور بلا اطلاع، بلا مقدمه، بدون اینکه اطلاع قبلی داده شوند. اینها وقتی که مواجه میشن با آن روز، قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها، ندامت مجرمان، حسرت میخورند، ای حسرت بر ما، على ما فرطنا فيها، بر آنچه که کوتاهی کردیم در این. منظور فیها فی الدنیا هست، در دنیا کوتاهی کردیم نسبت به آخرت، نسبت به قیامت آمادگی نکردیم. و هم یحملون اوزارهم علی ظهورهم، الله می فرماید که مشرکان در اون روز حمل می کنند بارهایشان را بر پشتشان. منظور بارها چیه؟
یعنی اعمال مشرکانه، عقاید مشرکانه، عقاید فاسد. این عقاید فاسده ای که دارند بر پشت حمل می کنند، یعنی اینها به عنوان وزر، به عنوان بار، به عنوان وبال بر پشت آنها خواهد بود. الا ساء ما یزرون. قرآن میگه خبردار، آگاه باش، این باری که بار حمل کرده و حمل میکند بسیار بار بدی هست، چون بار گناه است، بار معصیت، منجر به عذاب میشه، منجر به گرفتاریش میشه. وما الحیات الدنیا الا لعب و لهو. علت غرور، علت انکار قیامت، علت شرک در اینجا بیان شده که اصل اینها گرفتار زندگی دنیا و فریب زندگی دنیا را خوردند. فکر میکنن که این زندگی زندگی ابدی هست، زندگی زیبایی هست. الله میفرماد نیست زندگی دنیا مگر لعب و لهو هست، بازیچه و بیهودگی. منظور غیر نافع، غیر باقی. برای کسی که دل ببندد نه باقی هست نه نافع هست. وللدار الآخرة خیر للذین یتقون. این ترغیب به سوی آخرت است. دار آخرت بهتر است برای متقیان. جلالین گفته ای عن الشرک، یتقون عن الشرک. افلا تعقلون. آیا شما فکر می کند، خرد ندارید؟ شما از عقل خودتون کار نمیگیرید؟ اما این تبلیغ را پیامبر عظیم الشأن می کرد به مردم، هم درباره قیامت، هم درباره توحید به مردم ابلاغ می کرد. برای انکار مردم، وقتی که اونها انکار می کردند، آن حضرت صلی الله علیه و سلم ناراحت می شد، جوش می زد، بر ایشون بسیار سخت می شد. اینجا خدای عزوجل محبوب خودش را تسلی میده، میگه ای پیغمبر قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون. همانا ما میدانیم که تو را غمگین میکند، حزین میکند آنچه که آنان میگویند، اما تو نگران نباش. فانهم لا یکذبونک. آنان در واقع تو را تکذیب نمی کنند، آنان با تو مشکل ندارند، با تو دشمنی ندارند. ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون. اما در واقع این ظالمان به آیات خدا منکرند. اینها منکر آیات خدا هستند، کافر به آیات خدا هستند. ببینید این آیه شریفه اینو بیان کرده که اصل مشرکان با توحید مشکل داشتند و الا با خود آن حضرت صلی الله علیه و سلم مشکل نداشتند. یکی مشکلشان با توحید بود و یکی دیگه مشکلشان قومی بود، شخصی نبود. خود آن حضرت صلی الله علیه و سلم را انسان درستی می دانستند. این مسئله معلوم میشه با واقعی که همین جا بعضی از مفسران ذکر کردن، میگویند که یک روزی دو تا از سرداران کفر، یکی ابو جهل و یکی اخنس ابن شریق، با هم تنها بودند. اخنس ابن شریق یک فردی بود که هم ماجراجو بود، منافق بود و بسیار آدم مفسدی بود. این به ابو جهل گفت که یک چیزی من و تو تنها هستیم، من یک چیزی از تو میپرسم، واقعیت بگو، به نظر تو محمد صلی الله علیه و سلم راست میگه یا کاذب هست؟ آیا صادق هست یا کاذب هست؟ عقیده تو چی هست؟ این ادعایی که میکند
تو این ادعایش صادق است یا نیست؟ کسی نیست، خود ما هستیم. واقعیت را بگو، دیدگاه تو، عقیده تو چی هست؟ ابو جهل جواب داد. چی جواب داد؟ گفت ویحک والله ان محمدا لصادق. هلاکت بر تو، بمیری تو، سوگند به خدا که محمد صادق است. و ما کذب محمد قط، محمد هرگز دروغ نگفته. خب پس چرا قبول نمی کنید؟ ولكن اذا ذهب بنو قصا، بنو قصا این تیره‌ای بود که رسول الله به اون تعلق داشت. زمانی که بنو قصا ببرند تمام امتیازات را، برای بقیه قریش چی میماند؟ برای ماها چی میماند؟ اذا ذهب بنو قصا باللواء، لواء و پرچم به دست اونها باشد، و سقایت، آب به دست اونها باشد، و الحجابت، حجابت و نگهبانی مال اونها باشد، و النبوت، نبوت هم الان مال اونها باشد. فماذا یکون لسائر قریش، برای بقیه قریشی ها چی میماند؟ ابن کثیر نگفته یعنی اونها با خود رسول الله مشکل نداشتند. یه مشکل طایفهی و رقابت فامیلی هست، تیرگی هست، و دوم مشکل با توحید داشتند، بت پرستی را دوست داشتند. لذا الله می فرماید فإنهم لا یکذبونک، آنان شما را تکذیب نمی کنند، ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون، اما ظالمان به آیات الله منکرند. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، بازم تسلی، همانا تکذیب شد رسولی و پیامبرانی قبل از شما، آنها وقتی که تکذیب شدن چه کار کردن؟ فصبروا على ما كذبوا، آنان صبر کردن بر آنچه که تکذیب شدن. و اوذوا حتی آتاهم نصرنا، علاوه بر تکذیب آنها شکنجه شدند، اذیت و آزار شدند، تا زمانی که یاری ما، نصرت ما آمد. لذا الان هم همون سنت است. ولا مبدل لکلمات الله، کلمات الله یعنی وعده های الهی تبدیل نمیشه. ولقد جاءك من نبأ المرسلین، اخبار مرسلین و نبأ مرسلین دیگر پیش شما آمده، میدونید که اونها با چه سختی هایی بودن. خب بعد از تسلی در این آیه در واقع سرزنش هست، تذکر است برای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. ببینید یکی از خواسته هایی که مشرکان داشتند، مطرح می کردند، این بود که اگر واقعا پیغمبر به حق هستی، پیغمبر خدا هستی، بعضی از معجزاتی که ما می خواهیم اون معجزات را ظاهر کن. چند چیز هستند در این آیه ها می خوانیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هم بیمیل نبود، چون که پیغمبر خیلی دوست داشت، خیلی آرزو داشت همه ایمان بیاورند، اما الله عزوجل حقایق را می دونست، عالم الغیب الله بود. لذا پیغمبر دوست داشت که همه ایمان بیاورند. دلش میخواست این آیه معجزه‌ای که اونها میخواهند بعضی ها را ظاهر بکنند. الله تعالی فرمود که ای پیامبر من، اعراض اونها، روگردانی اونها، انکار و کفر اونها بر شما سخته، ولی میخوای معجزه بکنی برای اونها خودت، خب بکن. اگه میتونی زمین سوراخ بکن، میتونی معجزه‌ای که اونها میخوان براشون بیار. و این کان کبر علیک اعراضهم، اگر سنگین است بر شما اعراض آنها، رویگردانی و کفر آنها،
فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، اگر می توانی اینکه تلاش کنی سوراخی در زمین، ته زمین میتونی برو، او سلما فی السماء، یا در آسمان نردبانی نصب کنی، فتأتیهم بآیه، بیاوری برای آنان آیه، یعنی معجزه مطلوبه. آیه پایینش بینید مقترحه، معجزه‌ای که خواسته اونهاست. اگر می توانی این کار را بکنی، فافعل، اینجا مقدر است، جزاست. ان کان کبر علیک فان استطعت، اگر می توانی این کار بکن، یعنی نمیتونی. معجزه آوردن به دست تو نیست. من قبلا هم خدمت شما عرض کردم که از بعضی از احادیث معجزات بعضی افراد نمیفهمند و از احادیث معجزات قدرت پیامبران را، قدرت صاحب معجزه را میخوان ثابت کنن که قدرت داره. قدرت که داره پس از او استمداد بکنیم. مثلا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم معجزه ایش هست، با دست اشاره می کند، درختان در زمین راه می روند، زمین را پاره می کنند. خب الان از این استنباط میکنه یک آدم خرافاتی مشرک، میگه پس معلوم میشه که پیغمبر ما مالک اشجار هست، مالک احجار هست، مالک زمین و آسمان هست، بس هر چی از او میخواهی بخواه. در حالی که معجزه‌ای که پیغمبر ظاهر میکنه، ظاهر به دست پیغمبر میشه، اما گرداننده و قدرت به دست الله است. اینجا ببینید پیغمبر دلش میخواد معجزه نشون بده، الله میفرماید نه، من مصلحت میدونم، من میدونم برای اینها معجزه، برای اینها آیه و معجزه مناسب نیست. اگر تو میخوایی میتونی بکن. در آیات دیگه داریم و ما کان لرسول ان یأتی بآیة الا باذن الله، در سوره مؤمن خواندید. برای هیچ رسولی سزاوار نیست و توانش نیست ان یأتی بآیة الا باذن الله، آیه بیاورد، معجزه بیارد مگر به اذن الله. دیگه خواندیم قل انما الآیات عند الله، ای پیغمبر اعلام کن که ظهور آیات و معجزات به دست الله، نزد الله. و انما انا نذیر مبین، من فقط ترساننده آشکاری هستم از طرف خدای عزوجل. لذا اینجا هم خدا میفرم فتأتیهم بآیه، که آیه بیاوریم بکن این کار را. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، اگر میخواست خدا آنان را جمع میکرد بر هدایت. خب چرا نکرد؟ جوابش را خواندیم، چون که خدا میخواد امتحان بکند. فلا تکونن من الجاهلین، مباش، هرگز مباش از جاهلان. انما یستجیب الذین یسمعون والموتى، اینجا خدای عزوجل بیان میفرماید که اونی که ارزش دارد، ارزش چی را دارد؟ ارزش شنیدن را دارد، ارزش سماع را دارد. اون کسی هست که در وجودش ایمان باشد، انابت باشد، صلاحیت باشد. اینها که مرده هستند، کفار را هر جا خدا تشبیه میده به چی؟ به مرده ها. اینا که مرده هستند، مرده ها چطور میشنوند؟ یعنی اینها چطور میتونن بشنوند؟ اینا نمیتونن کلام تو را بشنوند، اجابت کنند. الله میفرماید انما یستجیب الذین یسمعون والموتى، جز این نیست که اجابت میکنند کسانی که یسمعون، میشنوند کلام شما را، اما اینها والموتى یبعثهم الله، کفار خدا آنها را از قبرها بلند میکنه. قبل از اونها هیچ کلام شما را نمیشنوند، یعنی اجابت نمیکنند.
یبعثهم الله ثم الیه یرجعون، سپس به سوی او برگردانده می شوند. یعنی در این میان خدای تعالی فرمود که از اینها توقعی نیست که اینها اجابت کنه، اینها مثل مرده نمیشنوند. و قالوا لولا نزل علیه آیه، دوباره اون مضمون گذشته که اونها میگفتن چرا معجزه مطلوبه‌ای که ما میخواهیم اون نازل نمیشه. و قالوا لولا نزل علیه آیه، میگویند چرا بر اون نازل نمیشه آیه معجزه‌ای که ما میخواهیم از جانب ربش. آیات زیاد بود ولی آیت مقترحه، آیت مطلوبه. قل ان الله قادر على ان ينزل آیه، الله می فرماید الله قادر هست که آیه و معجزه نازل کند، معجزه نشان بده، همون معجزه را که آنها مطالبه می کنند. ولكن اکثرهم لا يعلمون، اما اکثرشان نمیدانند عاقبت این کار را، نمیدانند که این کار خطرناک است. چرا خطرناک است؟ چون که روش و سنت الهی این است که هرگاه معجزه اگر بیاورد و بعد از آوردن معجزه اونها قبول نکنند، خدا چیکار میکند؟ به عذاب گرفتار میکند. تفسیر بحر المحیط اندلسی همین نوشته، قال ابن عطیه لا یعلمون، اینکه ولكن اکثرهم لا یعلمون، ابن عطیه گفته لا یعلمون یعنی اینکه انها لو انزلت ولم یؤمنوا، خداوند اگر معجزه را نازل کند و اونها ایمان نیاورند، لعوجلوا بالعذاب، به صورت معجل، به صورت نقد عذاب داده می شوند. بس نمیدانند اینها. بله. و ما من دابة فی الارض، بعد از جواب اونها درباره معجزه مجددا دلیل عقلی توحید بیان میشه بر یگانگی خدا، بر یکتاپرستی. الله می فرماید و ما من دابة فی الارض، هیچ دابه، هیچ موجود زنده نیست در زمین، ولا طائر یطیر بجناحه، و هیچ پرنده‌ای که با پرش، با دو تا بالش می پرد نیست، الا امم امثالکم، مگر اینها همه امت هستند امثال شما. امت هستند یعنی مثل شما، اینا مخلوقند، اینها مثل شما موجودند، اینها را الله تعالی ایجاد کرده، خلق کرده. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما در کتاب یعنی در لوح محفوظ هیچ چیزی را، هیچ کوتاهی نکردیم، هیچ چیزی را فروگذار نکردیم، همه چیز را نوشتیم. ببینید شما میدونید که یه اختلافی بین ما و بین معتزله هست که ما معتقدیم هر چیز در تقدیر الهی هست. اهل سنت معتقد است همه چیز در تقدیر نوشته شده، یعنی تا قیامت هر اتفاقی بیفته از قبل پیش بینی شده، از قبل نوشته شده. این را ما میگیم قضا و قضا و قدر. قضا اینه که الله تعالی علم اون را دارد، نوشته، و وقتی که اتفاق بیفته میشه قدر، اون را به وجود بیاورد. پس ما اعتقاد به قضا و قدر داریم. معتزله منکر قضا و قدر است. معتزله میگه هیچ چیزی از قبل نوشته نشده. خب این دلیل ما است. ما میگیم الله گفته ما فرطنا فی الکتاب من شیء، هیچ چیزی در لوح محفوظ ما فروگذار نکردیم، کوتاهی نکردیم، همه را نوشتیم. اینجا معتزله این آیه را چطور توجیه میکنه؟ میگه منظور از کتاب لوح محفوظ نیست، نامه اعمال است. خدا میگه شما هر عملی که میکنید بعداً ما در نامه اعمالتون مینویسیم، هیچ کوتاهی نمیکنیم در نوشتن. پس اون این فی الکتاب را به معنای اعمال نامه میکنند، ولی جمهور مفسران اهل سنت معتقدند که
لوح محفوظ است، یعنی همه چیز در لوح محفوظ وجود دارد. ثم الى ربهم یحشرون، سپس به سوی ربشان حشر کرده می شوند. چطور حشر می شوند؟ همه جمع می شوند. آیا پرنده ها هم جمع می شند؟ حیوانات هم جمع می شند؟ یک روایتی داریم که یقتص الجماء من القرناء، حیوان جماع و بیشاخ و شاخ شکسته از حیوان شاخدار چی می کند؟ قصاص می گیرد، عوض شاخی که در دنیا به او زده می گیرد. پس معلوم میشه که همه جمع می شوند. اما خدمت شما عرض کنم که در روز قیامت حشر فقط برای دو امت، الا امم امثالکم، برای دو تا امت یا برای دو گروه انجام میگیرد، یکی جن یکی انس. پس ثم الی ربهم یحشرون چیه؟ حضرت عبدالله ابن عباس می فرماید حشر البهائم موتها. روی این آیه چی می فرماید؟ حشر البهائم موتها. حشر بهائم حیوانات چیه؟ مردن اونها، موت اونها. همین که میمیرند این خودش یک نوع حشری هست. جمع میشن یعنی به سوی خدا میروند، نه اینکه برای حساب و کتاب. و اون حدیثی که بیشاخ از شاخدار انتقام میگیرد، قبلا هم گفتیم اون کنایه از عدالت کامل خدا هست. یعنی اگر بالفرض یه وقتی اونها حشر میشدند، یه وقتی اونها زنده میشدند، اینقدر عدالت هست، اینقدر حق به ذی حق داده میشه که اون بیشاخ انتقام خودش را از شاخدار میگرفت. پس اون کنایه ای هست. و منظور از حشر هم جمع شدن، یعنی مردن. همه را خدا زنده کرده، دوباره به سوی خدا میروند، یعنی میمیرند و میروند. ولی اینها دوباره حشر زنده نمیشوند، دلیلی بر این وجود ندارد. والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات. در اون روز نه مطلق زجر از توبیخ هست برای کفار مشرکین. الله می فرماید کسانی که تکذیب کردن آیات ما را صم و بکم، اینا ناشنوا هستند. و لالند فی الظلمات، در تاریکی قرار گرفتند، از تاریکی نمی توانند بیرون برند. من یشاء الله یضلل، کسی را که خدا بخواد او را گمراه می کند. این اشاره به مهر جباریت است که اینها گمراه شدن، قابل هدایت نیستند. و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم، هر کسی را که الله بخواهد بر صراط مستقیم قرار می دهد. خب بعد از این الله تعالی دلیل عقلی، اما این دلیل عقلی اعترافی هست. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله، بگو به من خبر بدهید، به من اطلاع بدهید اگر عذاب خدا بیاد، او اتتکم الساعه، یا قیامت پیش شما بیاید، اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین، آیا غیر خدا را شما فرا میخوانید اگر راست میگید؟ مسلم اونها غیر خدا را صدا نمیزدند، چون اونها در سختی ها فقط خدا را صدا میزدند، در مشکلات فقط خدا را صدا میزدند. بل ایاه تدعون، الله میفرماید بلکه فقط او را صدا میزنید. فیکشف ما تدعون الیه ان شاء، دور میکند خداوند آنچه که شما خدا را به سوی او میخوانید اگر بخواهد. و تنسون ما تشرکون، اونجا فراموش میکنید آنی که شریک میگرفتید با خدا، معبودان خودتون را. از اینجا معلوم میشه که گاهی حتی مشرک به بلایی، به مصیبتی گرفتار میشود، اونی که همیشه غیر خدا را صدا زده، اونی که همیشه از غیر خدا استمداد کرده، اما گاهی به مصیبت عظمایی گرفتار میشه،
در این مصیبت عظما چیکار میکند؟ خدا را صدا میزند، میگه اینجا کار خدایان من نیست. خدا را صدا میزند، اینجا الله عزوجل مشکلش را حل میکند اگر منشأش باشد، اگر رضایش باشد. این نیست که خدا بگه چون این همه وقت من را صدا نکردی لذا الان مشکلت را حل نمیکنم. نه، پس امکان داره که مشکل کافر، این دلیل دیگه، امکان داره که عرض کنم که مشکل کافر، مشکل مشرک با صدا زدن خدا، با دعا، ولو اینکه مشرک است، در دنیا حل بشه، دعایش در دنیا برایش مفید و مؤثر بشه. پس شما قیاس کنید، فکر کنید، بیاندیشید دعای مؤمن چطور قبول نمیشه؟ وقتی که مال اون خدا میفرماید فیکشف ما تدعون الیه ان شاء. و بعض الله تعالی مجدد بعد از این که با این چیزها باید اونها درس میگرفتند، اما متاسفانه اونها متنبه نمی شدن، متذکر نمی شدن. لذا الله تعالی در اینجا تخویف دنیوی بیان می فرماید. الله می فرماید ولقد ارسلنا الى امم من قبلک، همانا ما فرستادیم به امتها و گروهایی که قبل از شما بودند. چرا فرستادیم؟ پیامبران را فرستادیم. فکذبوهم مقدر است، آنان پیامبران ما را تکذیب کردند. وقتی که تکذیب کردند احوال مختلف آمد. فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. این نتیجه تکذیب. الله می فرماید ما آنان را مؤاخذه کردیم بالبأساء، با سختی ها، با سختی های مالی، والضراء سختی های جانی. دیروز هم عرض کردم بأسا منظور شدت فقر است و الضراء منظور مشکلات جانی هست، شدت مرض هست. تفسیر نصفی امام نصفی نوشته، تفسیر مدارک، الاول القحط والجوع. بأسا چیه؟ قحط و گرسنگی هست. و دومی ضراء چی هست؟ و الثانی المرض و نقصان الانفس والاموال، مریضی و نقصان مال و جان هست. مدارک. پس بأسا و ضراء اینها هستند. فاخذناهم بالبأساء والضراء. الله می فرماید انواع سختی های مالی، سختی های بدنی برای اونها آمد. لعلهم یتضرعون، شاید آنان تضرع کنند. پس ببینید حکمت مشکلات تضرع هست که بندگان به سوی خدا برگردند. اما متاسفانه بسا بندگان هستند که اونها متنبه نمی شوند، اونها اینقدر عقل و خرد ندارند که این امتحان الهی است بر ما آمده. لذا الله تعالی اینجا زجر بیان می فرماید که چرا وقتی که عذاب ما می آید چرا مردم تضرع نمی کنند؟ پس هر وقتی که سختی میاد ما باید تضرع کنیم. اگر از طرف الله مریضی میاد باید تضرع کنیم. اگر ورشکستگی مالی میاد باید تضرع کنیم، الله را زاری کنیم. الله تعالی این مشکلات را می آورد که ما تضرع کنیم. بجای تضرع انسان دلش سنگ میشه، سخت میشه. اگر این حالت ایجاد شد باید بدانیم که این عذاب است، این قهر است، این خشم است. اگر نه بعد از مشکلات در وجود ما رجوع الی الله آمد، توبه آمد، دعا و تضرع آمد، پس این علامت خیر هست. این اون چیزی هست که رب میخواهد. الله میفرماید فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا زمانی که عذاب ما آمد چرا آنان تضرع نکردند؟ ولكن قست قلوبهم، اما دلهایشان سخت شد، سنگ شد. و زین لهم الشیطان ما كانوا یعملون، و شیطان مزین کرد اعمال مشرکانشان را.
ما کانوا یعملون، آنچه که عمل می کردند. شیطان مزین کرد، شیطان آراسته کرد. اینها از نظرشان اعمال مشرکانشان عبادت معلوم می شد. الله تعالی می فرماید بعد از اون ما سختی ها را دور کردیم. دیگه وقتی که انسان تضرع نکند پس هلاکت میخواد. بعد از اون استدراج است. استدراج یعنی همه کارها طبق میل پیش میره. باغ محصولاتش بیشتر میشه، تجارت رونقش بهتر میشه، گوسفندان و مالها برکاتشون بیشتر میشه، هر چیز بهتر میشه تا اینکه عذاب بیاد. الله می فرماید فلما نسوا، زمانی که آنها ما را فراموش کردند. فلما نسوا ای ترکوا ما دعاهم الرسل علیهم السلام الیه، آنچه که رسول به سوی اون میخواندن او را ترک کردند و ردوه علیهم، و رد کردن بر رسول. الله می فرماید فلما نسوا ما ذکروا به، زمانی که آنها فراموش کردند آنچه که به وسیله آن تذکر داده شدند. فتحنا علیهم ابواب کل شیء، الله می فرماید در هر چیز را برای اونها باز کردیم. در رزق باز شد، در روزی باز شد، مشکلات حل شد، همه چیز. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتی وقتی که آنها فرحوا بمعنی چیه؟ فرح بمعنی بطر، غرور، تکبر. حتی وقتی که آنان تکبر کردند به سبب آنچه که داده شدند، دیدن مادیات دارند، دنیا دارند، زرق و برق دارند، همه چیز دارند، اینها تکبر و غرورشان بیشتر شد. حتی وقتی که به نهایت تکبر رسیدند اخذناهم بغتة، الله می فرماید ناگهان آنها را گرفتیم، یعنی بدون اطلاع قبلی آنها را مؤاخذه کردیم. فاذا هم مبلسون، در این هنگام آنها ناامید شدن. مبلسون آیسون، از معبودان خودشون ناامید شدن، دیدن که عذاب آمد، معبودان هیچ کاری از دستشون برآورده نمیشه. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، الله می فرماید در این هنگام ریشه کن شد، قطع شد ریشه کسانی که، ریشه اون قومی که ظلم کردند، کفر کردند، شرک کردند. در اینجا ثابت شد که والحمدلله، تمام تعریف، تمجید، سپاس فقط و فقط برای الله که رب عالمیان است. پس ببینید الله تعالی یک تقریبا طریقه و یک اسلوب را بیان فرمودند که همیشه وقتی که داعیان حق بیایند مردم را بترسانند، مردم انکار بکنند، ابتدا الله گوشمالی میده، قحط میاره، مشکل مالی، مشکل جانی، ضررها، زیانها، تا که متنبه بشند. اما کسانی که قسی القلب باشند اونا متنبه نمیشند. متنبه که نشند الله تعالی حالات سخت را دور میکند، آسانی میارد. استدراج است تا بیشتر برن به طرف گمراهی، شرک، خدا فراموشی. وقتی که همه چیز بهشون داده میشه مغرور میشند. غرور و تکبر تبدیل به سرکشی و تمرد و ظلم و ستم میشه. دیگه زمینه عذاب و دلیل عذاب و حجت تمام میشه. الان خدا عذاب میاره، عذاب میاره، همه را از بین میبرد. پس این گونه ریشه ظالمها برکنده میشه که ابتدا خدای تعالی سختی میاره تا اینکه اونها ایمان بیاورند. قل ارائیتم ان اخذ الله سمعكم و ابصاركم و ختم على قلوبكم من اله غیر الله. باز هم دلیل عقلی هست، اعترافی، على سبیل الاعتراف من الخصم. الله می فرماید ای پیامبر به اونها اعلام کن
اگر خدای تعالی قوات شما را، حواس شما را بگیرد، مثلا سمعکم قوه شنوایی و ابصارکم قوه بینایی و ختم علی قلوبکم بر دل شما مهر بزند، قوه فهم شما را از شما سلب کند، از شما بگیرد من اله غیر الله یأتیکم به، کدوم اله است، کدوم معبود است به غیر از خدا که اینا را دوباره برگرداند؟ کی میتونه به شما چشم بده، به شما گوش بده، به شما فهم بده؟ آخر شما داری کجا میرید؟ انظر کیف نصرف الآیات، ای پیامبر من، ای محبوب من، ببین ما چگونه آیات را میگردانیم بر اونها، آیات را بار بار، یعنی دلائل توحید را بار بار تکرار میکنیم، بار بار میگردانیم. اما ثم هم یصدفون، سپس هم آنان یصدفون یعنی یعرضون، آنها اعراض میکنند، آنها از حق رویگردانی میکنند. منظور اینه که ما آیات را واضح و شفاف بیان میکنیم، اما آنان چی میکنند؟ رویگردانی میکنند. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله، باز هم سؤال، خبر بدهید اگر عذاب خدا بیاید بغتتن یعنی بی خبر، ناگهان، او جهرتن یا اینکه علنی بیاید، ببینید داره میاد، هل یهلک الا القوم الظالمون، آیا هلاک میشوند مگر قوم مشرک؟ یعنی قطعا اینها هلاک میشوند، اینها از بین میروند. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. خب این جواب همون سوالشون هست. اونها چی میگفتن؟ چرا معجزه‌ای که ما میخواهیم نمیاری؟ چرا اون چیزی که ما طلب میکنیم به ما نشان نمیدی؟ خدا میفرماید که این مرسلین را که ما میفرستیم، اینها در واقع بشارت میدهند، انذار میکنند. کار اینها انذار و تبشیر است، رساندن پیام خدا هست. کار اینها معجزه نشان دادن و آیه نشان دادن نیست. الله میفرماید و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ما پیامبران را نمیفرستیم مگر بشارت دهنده و ترساننده، مبشرین لمن اطاع و منذرین لمن عصا، اونی که اطاعت میکند او را بشارت میدند، اونی که نافرمانی میکند او را میترسانند. فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم، این بشارت، هر کسی ایمان بیاورد و عملش را اصلاح کند، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوفی بر آنان نیست و اونها درباره آیندهشان غمگین نخواهند شد. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب، آنانی که تکذیب کردند آیات ما را به آنان عذاب میرسد، بما کانوا یفسقون، به سبب این که آنها فسق کردند. ببینید بعد از تبشیر و تخویف چند تا از شبهات اونها، سوالات اونها که اونها میپرسیدند در اینجا جواب داده میشه. یکی این بود که اگر این پیغمبر خداست چرا مال نداره؟ چرا سرمایه نداره؟ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، چرا بر مرد عظیمی از دو قریه، مرد عظیم از نظر اونها پولدار بود، سرمایدار بود. یا می گفتن فلولا القی علیه اسوره، چرا به دستش دستبندهای طلایی نیست؟ یعنی چرا مادیات نیست؟ چرا پول نداره؟ اینها را اینجا جواب میده. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، اعلام بکن من نمیگویم نزد من خزانه های الهی است. خزانه خدا به دست خدا، به دست من کی نیست. دوم ولا اعلم الغیب، من غیب نمیدانم.
من غیب نمیدانم. اونها چیزهای سوال میکردند از رسول الله صلی الله علیه و سوالات پوچ بیجا. مثلا بعضی مفسرین نوشتن اگر رسول خدا هستی نرخ میوه های شام را بگو، اونجا الان نرخ به چه صورته؟ چیزهایی میپرسیدند که دلالت بر غیب بکند. الله به پیغمبرش میگه بهشون بگو ولا اعلم الغیب، من غیب نمیدانم. و سوال دیگه این بود که خب اگر پیغمبر است چرا میخورد، چرا مینوشد، چرا بازار میره؟ ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. این جواب داد ولا اقول لكم انی ملک، و نمیگویم من فرشته هستم. من غیب نمیدانم، من فرشته نیستم، خزانه ها به دست من نیست. پس چیکاره هستی وقتی که نه غیب میدانی، نه فرشته ای، نه خزانه داری، سرمایه داری؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، من پیرو نیستم، پیروی نمی کنم مگر آنچه که وحی میشه به سوی من. من پیام خدا را فقط به شما میرسانم. ان علیک الا البلاغ، بر تو فقط رساندن هست. قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون. اعمی و بینا برابر است؟ نابینا و بینا برابر هستند؟ یعنی کسانی که از وحی من استفاده بکنند اونها بینایی دارند، اونها دید دارند، و کسانی که انکار بکنند اونها اعمی هستند. اینا با هم برابر است؟ هرگز نه. چرا شما فکر نمی کنید؟ خب حال بعد از اینکه اشکالات اونها جواب داده شد درباره پیغمبر، تخویف شروع میشه، تخویف اخروی. الله تعالی می فرماید که اینها را از عذاب من بترسان. الان و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم، بترسان به وسیله این قرآن، به وسیله این وحی، کسانی را که یخافون ان یحشروا، اونا اعتقاد به حشر دارند، می ترسند که حشر بشند، به بارگاه خدا حاضر بشند. اونا را بترسان، بگو به غیر از خدا هیچ حامی ندارند. لیس لهم من دونه ولی، نیست برای آنان به غیر از الله حامی نیست، ولا شفیع و شفیع قهری نیست. لعلهم یتقون، الله می فرماید آنان را بترسان، شاید آنها بترسند. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.